سال پیش افلاطون گفت تمام یادگیری‌ها دارای زیربنای هیجانی عاطفی هستند و ارسطو بر این باور بود که قلب جایگاه احساسات و عواطف آدمی است و مغز فقط نقش خنک کننده خونی را بر عهده دارد که در رگ‌های ما جاری است. از آن زمان تا همین چند دهه گذشته اندیشمندان و محققان به گونه‌ای حیرت انگیز به احساسات و عواطف آدمی بی‌اعتنا بودند و عواطف و هیجانات در روانشناسی علمی همچون قاره‌ای کشف نشده بود. اما امروزه به مدد یافته‌های جدید علمی از جمله تکنولوژی جدید تصویربرداری از مغز برای اولین بار در تاریخ می‌توانیم آنچه را همواره برایمان راز نهان بود رویت کنیم و از چند و چون آن باخبر شویم. به عبارت دیگر امروزه می‌توانیم ببینیم این توده در هم پیچیده و ظریف سلولی یعنی مغز در هنگام تفکر یا احساس چگونه عمل می‌کند. همچنین زیست شناختی عصبی ما را قادر ساخته است بفهمیم که مراکز هیجانات در مغز چگونه ما را دچار خشم یا گریه می‌کنند. در این کتاب به مرور کوتاهی در مورد تحقیقات دانشمندان در زمینه هوش و در نهایت به بررسی اجمالی هوش هیجانی عاطفی پرداخته ایم. تحقیقات نشان می‌دهد موفقیت‌های زندگی حرفه‌ای 20% به بهره هوشی یا IQ و 80% به هوش هیجانی یا EQ بستگی دارد. به همین علت دانیل گولمن معتقد است هوش هیجانی عاطفی از هوش علمی یا IQ مهمتر است. هوش هیجانی عاطفی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم احساسات و عواطف خود را بشناسیم و آن را به شکل مطلوبی کنترل و ابراز کنیم. گولمن در 1995 نوشت: من روزی را پیش بینی می کنم که آموزش و پرورش به طور مرتب توانایی‌های انسانی از جمله خودآگاهی، خویشتن‌داری، همدلی، هنر گوش دادن، حل تعارفات و مشارکت را آموزش خواهد داد. دکتر پیتر سالووی روانشناس دانشگاه سیسیل میگوید در طول چند دهه گذشته تغییر و تحولات اساسی در زمینه نگرش به هوش و هیجان رخ داده است. فرانسیس گالتون پسر عموی چارلز داروین در 1822 در شهر بیرمنگام انگلیس به دنیا آمد. پدرش بانکدار ثروتمندی بود و او در خانه به طور خصوصی به تحصیل علم پرداخت. او به حدی هوشیار بود که قبل از 3 سالگی می توانست بخواند و بنویسد. در 5 سالگی قادر بود هر کتابی را که به انگلیسی نوشته شده بود بخواند. در 7 سالگی در اوقات فراغت خود آثار شکسپیر را می‌خواند. بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان در رشته پزشکی به تحصیل ادامه داد و در سال 1843 مدرک خود را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. چون ثروتمند بود به کشورهای مختلف سفر کرد و به فعالیت‌های مختلف پرداخت. از جمله توانست برای نخستین بار نقشه‌ای از منطقه‌ای در افریقا که امروزه نامیبیا نامیده می شود تهیه کند. به خاطر علاقه وافر خود به اندازه‌گیری بعدها نقشه آب و هوایی را ابداع کرد و به اندازه‌گیری و پیشبینی هوا پرداخت. گالتون معتقد بود اگر میان افراد تفاوت‌های مهمی وجود دارد پس می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. او بر این باور بود که انسان‌ها دنیا را فقط از طریق حواس پنجگانه خود می‌شناسند و بنابراین فرد هر چقدر حواس قوی‌تری داشته باشد باهوش‌تر است. به علاوه چون قدرت و هوشیاری حواس یک استعداد طبیعی و خداداده است، پس هوش جنبه ارثی دارد. بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد برای اصلاح نژاد انسان بهتر است افراد باهوش با هم ازدواج کنند تا نسل باهوشتری به دنیا بیاید. بدین ترتیب گالتون در 1865 پیشنهاد کرد زوجها انتخاب شوند و دولت به آنها حقوق پرداخت کند. از سوی دیگر جلوی زاد و ولد افراد کمهوش نیز گرفته شود. گالتون که سرسختانه به دنبال اندازه‌گیری تفاوت‌های فردی در انسان‌ها بود، در 1884 آزمایشگاه انسان سنجی جسمانی را دایر کرد و در آن اندازه سر، فاصله بین دو دست، قد، طول انگشت میانی، نیروی فشار دست، قابلیت تنفس،
قدرت بینایی و قدرت شنوایی حدود 9337 نفر را اندازه‌گیری کرد. زیرا باور داشت که قدرت حواس مختلف انسان با هوش وی ارتباط دارد. اگرچه اکثر نظریات گالتون امروزه رد شده است، ولی اقدامات اولیه او را میتوان سرآغاز هوش سنجی در عرصه روانشناسی دانست. جیمز مککین کتل. جیمز مککین کتل روانشناس امریکایی در 1860 در پنسیلوانیا به دنیا آمد. در 16 سالگی وارد دانشگاه شد و بعد از 4 سال با بهترین رتبه فارغ التحصیل شد. بعدها برای تکمیل تحصیلات خود به آلمان رفت و مدرک دکترای روانشناسی خود را دریافت کرد. سپس به همراه وندت به مطالعه و تحقیق در مورد هوش پرداخت. او با دریافت کمک هزینه تحقیقاتی از دانشگاه کمبریج به انگلستان سفر کرد و همکار گالتون شد. تحت تأثیر او اعتقاد پیدا کرد که هوش آدمی با قدرت حواس او ارتباط دارد و عمدتاً ارثی است. کتل بعد از بازگشت به امریکا در 1890 برای اولین بار اصطلاح آزمون روانی را به کار برد و 10 آزمون روانی ارائه داد که کاملاً بر اساس افکار و نظریات گالتون بود و در آنها مقاومت دست، مقدار فشار لازم برای ایجاد درد، توانایی تشخیص وزنه‌های مختلف از یکدیگر و دقت در دونیم کردن خط 50 سانتیمتری مورد سنجش قرار می گرفت. بعدها فرضیات کتل توسط یکی از دانشجویان ارشد خود او، کلارک ویسلر، مورد آزمایش قرار گرفت و چون همبستگی آن با موفقیت افراد در کالج تقریباً 0 بود، در نتیجه اعتبار آزمونها همگی زیر سوال رفت. آلفرد بینه. آلفرد بینه در 1857 در شهر نیس فرانسه متولد شد. پدرش پزشک بود و بینه بعد از به پایان رساندن رشته پزشکی به روانشناسی روی آورد. بینه به اتکای مال و اموال پدری ثروتمند بود و بدون آموزش رسمی در این زمینه به مطالعه و تحقیق در روانشناسی پرداخت. ابتدا زیر نظر شارکو، روانپزشک مشهور، درباره هیپنوتیزم تحقیق کرد و بعدها ادعا کرد که با نیروی مغناطیس میتواند احساس افراد را تغییر دهد. اما آزمایش‌های سایر پژوهشگران در این مورد غلط بودن ادعای وی را به اثبات رساند. بینه بعد از ازدواج صاحب 2 دختر شد که وقتی 4-5 ساله شدند به بررسی رشد عقلانی آنها پرداخت و برای این منظور آزمون‌هایی نیز طراحی کرد که بسیار شبیه آزمون‌هایی بودند که بعدها پیاژه درست کرد. او نتایج تحقیقات خود در زمینه رشد عقلانی دخترانش را در کتابی تحت عنوان تحقیق آزمایشی هوش در 1903 منتشر کرد. در 1881 دولت فرانسه قانونی را تصویب کرد که طبق آن تحصیل برای همه کودکان اجباری شد. تا قبل از آن بچه‌هایی که مطالب درسی را دیرتر یاد می‌گرفتند معمولاً در خانه نگه داشته می‌شدند و به مدرسه نمی‌رفتند. با تصویب این قانون معلمان باید با دانش آموزانی که از نظر قوای ذهنی در مراتب متفاوتی قرار داشتند کار کنند. دولت از آلفرد بینه خواست آزمونی طراحی کند که به کمک آن بتوان بچه‌هایی را که به خاطر کند ذهنی از برنامه‌های درسی چیزی یاد نمی‌گرفتند شناسایی کرد. بینه به تازگی به ریاست انجمن آزاد تحقیق روانشناسی درباره کودک رسیده بود. این سازمان به دنبال اطلاعات علمی معتبر درباره کودکان، به ویژه درباره مشکلات تحصیلی آنها بود. بینه بر این اعتقاد بود که هوش را باید با تکالیفی سنجید که نیاز به قدرت استدلال و مشکل گشایی دارد، نه مهارت‌های ادراکی حرکتی. بدین ترتیب در 1905 آلفرد بینه با همکاری روانشناس دیگری به نام تئودور سیمون آزمونی را طراحی و منتشر کردند.
استدلال بینه این بود که مراحل رشد ذهنی کودکان کندذهن هیچ تفاوتی با کودکان طبیعی ندارد، بلکه فقط از آن عقب‌تر است. یعنی کودک کندذهن در آزمون‌ها نمره‌ای شبیه کودک طبیعی ولی با سن کمتر می‌گیرد و توانایی‌های ذهنی کودک تیزهوش نیز در حد کودکان بزرگتر از سن خودش است. سوال‌هایی که بینه و سیمون در آزمون خود گنجانده بودند به تدریج دشوارتر می‌شدند، طوری که هر چقدر یک کودک در آزمون جلوتر می‌رفت فرض می‌شد هوش او کاملتر است. به عبارت دیگر در این نظام نمره بندی هر چقدر نمره کودک با توجه به پاسخ‌های صحیح او به سوال‌ها بیشتر بود، سن عقلی یا MA بالاتری داشت. عقیده بینه با توجه به مقیاس سنجش هوش او چنین بود که هوش یک توانایی واحد نیست، بلکه از چندین قابلیت تشکیل می شود. او موروثی بودن هوش را قبول نداشت و عمیقاً بر این باور بود که هر کس می تواند از لحاظ عقلانی رشد کند. در واقع بینه و سیمون معتقد بودند هوش نوعی استعداد و قریحه فکری است که فرد به کمک آن خود را با محیط زندگی خیش تطبیق می دهد. خوب درک کردن، خوب استدلال کردن و خوب قضاوت کردن از جمله فعالیت‌های اساسی هوش است. بینه و سیمون در 1908 مقیاس سنجش هوش خود را اصلاح کردند و هدف آنها این بود که علاوه بر متمایز کردن کودکان بهنجار از عقب مانده، سطح هوش کودکان بهنجار را نیز رتبه بندی کنند. آزمون‌های آنها بر روی بچه‌های 3 تا 13 ساله اجرا می‌شد. چارلز اسپیرمن در سال 1863 در انگلستان به دنیا آمد و بعدها به حرفه روانشناسی روی آورد و آثار گالتون را مطالعه کرد و عقیده او را در مورد رابطه بین قدرت حواس و هوش تأیید کرد. همچنین بعدها با تحقیق بیشتر متوجه شد میان مقیاس قدرت حواس و عملکرد تحصیلی همبستگی بالایی وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفت هوش از 2 عامل تشکیل می شود: توانایی‌های خاص یا عامل S و توانایی‌های عقلانی عمومی یا عامل G. به علاوه نتیجه گرفت عامل G به طور کامل ارثی است. لوئیز مدیسون ترمن مدیسون در سال 1877 در ایندیانای امریکا متولد شد. سلسله مراتب تحصیلی را به سرعت طی کرد. در سن 17 سالگی 3 مدرک لیسانس گرفت. یکی در هنر، یکی در علوم و یکی در فن آموزش و پرورش. دوره دکترای خود را در دانشگاه کلارک طی کرد و بعدها به روانسنجی علاقه‌مند شد و سمتی را در دانشگاه استنفورد پذیرفت. تصادفاً بعد از وارد شدن به آنجا با مقیاس سنجش هوش بینه سیمون آشنا شد. بلافاصله کار بر روی آن را آغاز کرد و در آن اصلاحاتی را وارد نمود که برای کودکان امریکا مناسب باشد. آزمون اصلاح شده ترمن امروزه به مقیاس هوش استنفورد بینه معروف است. این مقیاس در سالهای 1937، 1960، 1972 و آخرین بار در 2003 تجدید نظر شده است و هنوز به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین آزمون‌های روانشناختی به کار می‌رود. منظور از اجرای انفرادی آزمون این است که آزمایشگر در هر نوبت فقط می‌تواند یک آزمودنی را مورد آزمایش قرار دهد. در نخستین نسخه تجدید نظر شده این آزمون، نتیجه آزمودنی به صورت سن عقلی بیان می‌شد. سن عقلی یعنی این که کودک در پاسخگویی به آزمون توانایی چه سنی را داشته است. مثلا اگر کودکی 7 ساله بتواند آزمون مربوط به کودکان 8 ساله را حل کند، میگویند سن عقلی او 8 ساله است.
یعنی توانایی ذهنی کودکان 8 ساله را دارد. عیب سن عقلی این بود که نسبی نبود. میزان عقب ماندگی یا پیشرسی را به طور دقیق نشان نمیداد. برای از بین بردن این نقیصه ضریب هوشی یا هوش بهر یا IQ را محاسبه می کنند که توسط ویلیام اشترن روانشناس آلمانی مطرح شده است. برای محاسبه ضریب هوشی سن عقلی را بر سن تقویمی تقسیم می کنند و آن را در 100 ضرب می کنند. بنابراین فرمول محاسبه ضریب هوشی از این قرار است: IQ برابر است با MA یا سن عقلی ضرب در 100 تقسیم بر CA یا سن تقویمی. مثلا اگر سن عقلی یک کودک 7 ساله 8 سال باشد، یعنی او بتواند آزمون هوش بچه‌های 8 ساله را حل کند، ضریب هوشی او عبارت است از IQ برابر است با MA ضرب در 100 تقسیم بر CA. IQ برابر است با 8 ضرب در 100 تقسیم بر 7 مساوی با 114. در این فرمول اگر صورت و مخرج با هم برابر باشند، یعنی سن عقلی و سن تقویمی فرد یکسان باشد، آنگاه ضریب هوشی او 100 خواهد شد. بنابراین میتوان گفت کودک عادی و بهنجار است. مقیاس هوش وکسلر. در 1939 دیوید وکسلر روانشناس بالینی بیمارستان‌های نیویورک که معتقد بود آزمون استنفورد بینه بیش از حد بر توانایی‌های زبانی تکیه دارد و برای بزرگسالان نیز مناسب نیست، آزمون جدیدی طراحی کرد. ترمن سوالات آزمون استنفورد بینه را بر اساس سن تنظیم کرده بود، اما وکسلر سوالات آزمون خود را بر اساس درجه دشواری تنظیم کرد و به طور کلی 3 مقیاس ارائه داد: برای کودکان 3 تا 5 ساله، برای کودکان 5 تا 15 ساله و برای بزرگسالان. مقیاس هوشی وکسلر که ویرایش‌های 1939 1955 و 1981 آن موجود است 2 بخش دارد: مقیاس کلامی و مقیاس عملکردی. هاوارد گاردنر در این کتاب نقد گسترده‌ای بر آزمون‌های قبلی ارائه کرد و اعلام نمود که فقط یک نوع هوش خاص وجود ندارد، بلکه برای نیل به موفقیت در زندگی و دستیابی به سعادت و نیکبختی به شمار گسترده‌ای از قابلیت‌ها نیاز داریم که آنها را می‌توان در 8 ویژگی خلاصه کرد که عبارتند از هوشیاری زبانی، هوشیاری منطقی ریاضی، هوشیاری هندسی، هوشیاری موسیقایی، هوشیاری بصری فضایی، هوشیاری فردی یا هوش درون فردی و هوش بین فردی و هوشیاری نسبت به طبیعت. گاردنر استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد است و معتقد است زمان آن فرا رسیده است تا مفهومی که از استعدادهای مختلف در ذهن داشته ایم وسعت ببخشیم. او تأکید دارد که مهمترین کمک آموزشی که می توانیم به بچه بدهیم این است که او را یاری کنیم تا در زمینه‌ای تلاش کند که استعدادهایش به بهترین وجه به بار بنشیند و برایش رضایت خاطر و افتخار به ارمغان بیاورد. او اظهار می دارد برای بعضی از افراد نسبتاً ساده و آسان است که بفهمند یک گل چگونه رشد می کند، اما ممکن است بسیار سخت بتوانند یک ساز موسیقی را بنوازند. یا برای عده‌ای ممکن است درک یک قطعه موسیقی یا نواختن یک ساز موسیقی بسیار راحت باشد، ولی انجام بازی فوتبال برای آنها بسیار دشوار باشد. هاوارد گاردنر معتقد است هوش فقط یک مهارت نیست، بلکه از مهارت‌های مختلف تشکیل می‌شود. او بر این باور است که هوش یک فرد ممکن است در برخی زمینه‌ها زیاد و در بقیه موارد ضعیف باشد. بنابراین به طور کلی نمی‌توان گفت کسی باهوش است یا کسی کم هوش، بلکه بعد از ارزیابی قابلیت‌های او در 8 زمینه‌ای که در ادامه می‌شنوید می‌توان ارزیابی کرد که وی در کدام مهارت‌ها عالی است و در کدام مهارت‌ها متوسط یا ضعیف است. هوشیاری در زمینه حرکات بدنی.
کسانی که بر حرکات بدن خود کنترل دارند و به ورزش علاقمند هستند و مثلا در شنا، ژیمناستیک، فوتبال یا سایر ورزش‌ها خوبند و به کارهایی که با دست انجام می‌گیرد مثل منبت‌کاری، آهنگری، نجاری و غیره علاقه دارند و در آنها قابلیت و استعداد دارند. این افراد در زمینه کارهایی که به نوعی با اعضای بدن انجام می‌گیرند مهارت دارند و به احتمال زیاد هوش آنها در زمینه حرکات بدنی زیاد است. هوشیاری بین فردی. کسانی که در زمینه ارتباط اجتماعی و تعامل با دیگران مهارت دارند، از جمله رواندرمانگران، مسئولان فروش، معلمان، سیاستمداران، رهبران مذهبی و مشاوران دارای هوش بین فردی خوبی هستند. هوش درون فردی. کسانی که دارای بصیرت درونی خوبی هستند و نسبت به تمایلات درونی و نقاط قوت و ضعف خویشتن شناخت کافی دارند و با مهارتی چشمگیر می توانند از قابلیت‌های خویش استفاده کنند، دارای هوش درون فردی بالایی هستند. هوش زبانی. کسانی که در زمینه بکارگیری کلمات دارای استعداد و قابلیت خوبی هستند و منظور و مقصود خویش را با فصاحت و روشنی ابراز می‌دارند. از جمله مترجمان، نویسندگان، شعرا و مشاوران دارای هوشیاری زبانی بالایی هستند. هوش منطقی ریاضیاتی. کسانی که در زمینه محاسبات ریاضی و منطق و استدلال دارای استعداد هستند و با علاقه و به راحتی در حیطه ریاضیات پیشرفت می‌کنند، دارای این نوع هوش هستند. از جمله ریاضیدانان و منطقدانان. هوش موسیقایی. کسانی که قدرت یادگیری آنان در زمینه نواختن ساز، درک موسیقی، به خاطر سپردن آهنگ‌ها و ساختن موسیقی خوب است، بدون شک از هوش موسیقایی برخوردارند. از جمله نوازندگان موسیقی و آهنگسازان. هوشیاری در زمینه طبیعت. کسانی که دارای توانایی درک انواع گونه‌ها، تشخیص الگوهای موجود در طبیعت و طبقه بندی موجودات طبیعی و غیره هستند، از این هوش برخوردارند. از جمله طبیعیدانها، زیست شناسها، حشره شناسها و غیره. هوشیاری در زمینه مهارت بصری فضایی. کسانی که به خوبی قادرند اشیاء را در فضا تجسم کنند و از قدرت تخیل و تجسم خوبی برخوردارند و به خوبی می توانند روابط اشیاء را در فضای سه‌بعدی درک کنند، دارای هوش فضایی هستند. از جمله مجسمه سازها، نقاشها، دریانوردان. هوش‌های 8گانه هوارد گاردنر. هوش جنبشی حرکات بدنی، مثل رقصنده ها، ورزشکاران، جراحان، صاحبان صنایع دستی و غیره. کسانی که توانایی خوبی در زمینه به کار بردن بدن خود دارند. هوش بین فردی، مثل فروشندگان، معلمان، سیاستمداران و رهبران مذهبی. کسانی که احساسات دیگران را به خوبی درک می کنند و می توانند با آنها تعامل کنند. هوش درون فردی، مثل کسانی که بصیرت درونی خوبی دارند و از هوش و توانایی‌های خود به خوبی استفاده می کنند. کسانی که خودآگاهی بالایی دارند و از ذهن و جسم خود شناخت کامل دارند. هوش زبانی، مثل شاعران، نویسندگان، مترجمان و غیره. کسانی که به خوبی می توانند با دیگران ارتباط بگیرند، هم شفاهی و هم کتبی. هوش منطقی ریاضی، مثل ریاضیدانان و منطقدانها. کسانی که توانایی بالایی در یادگیری ریاضیات دارند و بحث‌های منطقی پیچیده را به خوبی پیش می‌برند. هوش موسیقایی، مثل موسیقیدانان و آهنگسازها. کسانی که توانایی یادگیری، اجرا و ساخت موسیقی دارند. هوش مربوط به طبیعت، مثل زیست شناسان و طبیعیدانها. کسانی که توانایی درک انواع گونه‌ها را دارند
و می توانند الگوهای طبیعت را درک کنند و موجودات را در طبیعت طبقه بندی کنند. هوش بصری فضایی مثل دریانوردانی که بدون تجهیزات امروزی مدرن قادر به ملوانی هستند. جراحان، مجسمه‌سازها و نقاشان. کسانی که به خوبی موقعیت خود را در مکان تشخیص می‌دهند. به راحتی از عهده وظایفی که با تجسم اشیاء در فضا مربوط است برمی‌آیند. بدین ترتیب با بررسی اجمالی مسیر تاریخی تحقیق راجع به هوش می‌توان به این نتیجه رسید که مفهوم هوش با وجود قدمت و تاریخچه نسبتاً طولانی آن در روانشناسی همچنان تعریف نشده باقی مانده است. محققان تقریباً 1 قرن است که به آن مشغول هستند، ولی هنوز تعریف جامع و کاملی از سوی کسی ارائه نشده است که دانشمندان بر آن اتفاق نظر داشته باشند. عقاید کارشناسان و جامعه شناسانی که هوش را به طور کلی مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌اند بسیار متنوع و متفاوت است. ولی در عین حال که هر محقق مفهوم و تعریف خاص خود را دارد، نکات مشترکی نیز در میان این تعاریف یافت می شود. برای مثال، اکثر روانشناسان معتقدند هوش نوعی توانایی یا مهارت برای حل مسائل و مشکلات جدید است. از این رو با تمرین و مهارت می توان توانایی هوش را افزایش داد و از مزایای آن بهره مند شد. یا عده‌ای بر این باورند که هوش عبارت است از توانایی یادگیری که بر پذیرش افراد در مورد تعلیم و تربیت تکیه دارد. یا هوش عبارت است از توانایی فرد در تطبیق با محیط خود که بر نحوه برخورد افراد با موقعیت‌های جدید تاکید دارد. یا هوش همان قابلیت تفکر انتزاعی است که بر ظرفیت افراد در زمینه استدلال کلامی و ریاضی تاکید دارد. کمی تأمل در این 3 تعریف نشان می‌دهد آنها با یکدیگر نقاط مشترکی دارند. مثلا توانایی یادگیری تا حدودی بر مهارت‌های انطباقی و تفکر انتزاعی بستگی دارد. همینطور برای تفکر انتزاعی ابتدا باید بتوانیم چیزهایی را از محیط خود فرا بگیریم تا بعد بتوانیم به تفکر انتزاعی دست بزنیم. به علاوه قدرت سازگاری ما با محیط تا حدودی بستگی به توانایی ما در یادگیری دارد. به طور کلی 2 نظریه در مورد هوش وجود دارد: نظریه عامل عمومی و نظریه چند عاملی. نظریه عامل عمومی. برخی از روانشناسان از جمله آیزنک و اسپیرمن معتقدند هوش فقط از 1 عامل یا نیرو تشکیل شده است و با اندازه‌گیری این عامل میتوان به میزان هوش فرد پی برد. اسپیرمن این عامل یا نیروی مغزی را که تمام فعالیت‌های مغزی فرد را هدایت می‌کند، عامل جی نامید. اسپیرمن معتقد بود آزمون‌های هوش با اندازه‌گیری عامل جی می‌توانند هوش فرد را اندازه بگیرند و در حقیقت آزمودن خوب آزمودنی است که بتواند این عامل را به خوبی بسنجد. نظریه چند عاملی. برخی دیگر از روانشناسان از جمله گیلفورد و ترستون معتقدند هوش از چند مهارت یا توانایی مختلف تشکیل شده است. ترستون بر این باور بود که هوش آدمی از 6 مهارت تشکیل شده است و هر کدام از آنها با عملیات مختلف ذهنی درگیر هستند. این 6 مهارت عبارتند از مهارت عددی، توانایی انجام عملیات ریاضی با سرعت و به طور صحیح. مهارت کلامی، توانایی انجام معماهایی در زمینه درک مفاهیم زبانی. مهارت تجسم فضایی، توانایی شخص برای تجسم اشیاء در فضا. مهارت روانی کلمات، توانایی تفکر سریع در مورد کلمات و معماهای مربوط به آن. مهارت استدلال، توانایی حل معما از طریق تفکر استقرایی و قیاسی. عامل حافظه توتیوار، توانایی حفظ سریع مطالب. گیلفورد، معروفترین نظریه در این زمینه را که هوش از چند عامل مختلف تشکیل شده گیلفورد ارائه نموده است.
او الگویی از هوش را طراحی کرد که شامل 120 عامل مجزا بود، ولی این الگو از حمایت چندانی برخوردار نشد. ریموند کتل انواع مختلف هوش را رد کرد و اعلام داشت فقط 2 نوع هوش وجود دارد: هوش سیال و هوش متبلور. هوش سیال یعنی توانایی کسب شناخت‌های تازه و حل مسائل جدید. هوش متبلور یعنی تراکم و روی هم انبار شدن شناخت‌ها در طی زندگی. مجموع شناخت ما به هوش سیال ما بستگی دارد. هوش متبلور یعنی کاربرد شناخت‌های قبلی ما برای حل مسائل و مشکلات زندگیمان. تحقیقات نشان داده است هوش متبلور با افزایش سن زیاد می شود، ولی هوش سیال پس از 40 سالگی سیر نزولی طی می کند. هوش سیال جنبه ارثی دارد، ولی هوش متبلور به میزان یادگیری ما مربوط می شود. بدین ترتیب کتل هوش را چنین تعریف می کند: مجموعه استعدادهایی که به کمک آنها نسبت به مسائل مختلف شناخت پیدا می کنیم. این شناختها را به خاطر می سپاریم و به کمک آنها مسائل زندگی خود را حل می کنیم و با محیط سازگار می شویم. بعدها تعداد دیگری از روانشناسان از جمله هانت، جنسن، اشترنبرگ و دیگران اظهار داشتند تفاوت هوش افراد با یکدیگر به خاطر 1. میزان اطلاعات فرد، 2. روش پردازش اطلاعات و 3. برنامه اولیه پردازش اطلاعات است. تحقیقاتی که محققان و روانشناس‌های دیگر در مورد این نظریه انجام دادند، افق‌های جدیدی را در این زمینه گشوده است. در میان روانشناسان معاصر، اشترنبرگ از دانشگاه ییل نظریه هوش خود را بر اساس استعداد پردازش اطلاعات مطرح کرده است. اشترنبرگ در دفاع از نظریه خود استدلال می کند که آزمون‌های هوش تاکنون عمدتاً به هوش تحصیلی یا علمی افراد توجه داشته‌اند. هوش هیجانی عبارت است از توانایی شناخت احساسات و هیجانات خود و دیگران، تشخیص دادن عواطف و احساسات از یکدیگر و استفاده از این اطلاعات برای کنترل و هدایت افکار و اعمال خود. این تعریف نشان می‌دهد عواطف و هیجانات را می‌توان برای راهنمایی تفکر منطقی و اعمال هدفمند مورد استفاده قرار داد. در واقع عواطف و هیجانات می‌توانند خردمندی و منطق فرد را تقویت نمایند. سالووی و مایر در مقاله خود همچنین نموداری ارائه دادند و هوش هیجانی عاطفی را به 3 شاخه اصلی تقسیم کردند: ارزشیابی احساس و هیجان، تنظیم احساس و هیجان و استفاده از احساس و هیجان. بنابراین کسی که از هوش هیجانی عاطفی خوبی برخوردار باشد، به روشی شایسته می‌تواند هر احساس خود را ارزشیابی کند، آن را تنظیم نماید و بالاخره مورد استفاده قرار دهد. سالووی و مایر سپس در زیر این 3 شاخه اصلی 4 مهارت را فهرست کردند. هر یک از این 4 مهارت در واقع روشی است که به کمک آن میتوان عواطف و هیجانات را مورد استفاده قرار داد. این 4 مهارت عبارتند از: 1. طرح‌ریزی انعطاف پذیر، 2. تفکر خلاق، 3. تغییر توجه به سمت بهتر، 4. انگیزش. یعنی اگر بتوانیم هر احساس یا هیجان را که در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنیم به شیوه صحیحی ارزشیابی کنیم و آن را به شیوه صحیحی معنا و نظم ببخشیم، آنگاه به خوبی می‌توانیم آن را در یکی از مسیرهای 4گانه‌ای که ذکر شد مورد استفاده قرار دهیم. یعنی در طرح‌ریزی واکنشی که می‌خواهیم بر حسب آن احساس یا هیجان از خود نشان دهیم، انعطاف پذیر خواهیم شد. یا اندیشه‌ای که بر اساس آن احساس یا هیجان در مغزمان شکل می‌گیرد، خلاقانه خواهد بود. یا به راحتی می‌توانیم توجه خود را به سمت بهتری سوق دهیم و یا به کمک آن احساس یا هیجان دچار انگیزش بهتری برای انجام عمل یا ابراز احساس متقابل خواهیم شد.
بدین ترتیب سالووی و مایر به مهمترین ویژگی هوش هیجانی عاطفی دست یافتند. استفاده از همه احساسات و هیجانات، حتی عواطف دردناک، برای درک هدف بزرگتر. بر اساس این دیدگاه، وقتی که همه عواطف و هیجانات در زندگی برای ما مفید هستند و در خدمت رشد و تحول فردی ما می باشند، بنابراین لازم است که به جای موضع گرفتن و محدود کردن هیجانات به شیوهی معقولانه از آنها بهره بگیریم. مدل امروزی هوش هیجانی عاطفی سالووی و مایر به صورت 4 شاخه‌ای به این شرح است. 1. تشخیص دقیق عواطف و هیجانات خود و دیگران. 2. استفاده از احساسات و هیجانات برای سهولت بخشیدن به تفکر. 3. درک و تجزیه و تحلیل عواطف و هیجانات. 4. تنظیم هوشمندانه عواطف و هیجانات به منظور رشد عاطفی و فکری. 1. تشخیص دقیق عواطف و هیجانات خود و دیگران. برای اینکه از هوش هیجانی عاطفی خوبی برخوردار باشیم، باید در درجه نخست بتوانیم عاطفه یا هیجان را در چهره، همچنین قلب و روح خود تشخیص دهیم و بفهمیم احساسی که در وجودمان است، حسادت است، اندوه است یا شادی. دوم این که باید قادر باشیم عاطفه یا هیجان را در چهره شخص دیگر نیز به خوبی شناسایی کنیم. یعنی بتوانیم نوع احساس فرد را در چهره یا عکس او در یک تابلوی نقاشی و غیره تشخیص دهیم. همچنین قادر باشیم نوع احساس فرد را از لحن کلام او، صدایش، ظاهرش و رفتارش دریابیم. سوم، باید بتوانیم عواطف و هیجانات خود را به طور دقیق ابراز کنیم و نیازهای مرتبط با آنها را به خوبی بیان کنیم. و چهارم، باید قادر باشیم احساس صادقانه را از احساس فریبکارانه تشخیص دهیم. 2. استفاده از احساسات و هیجانات برای سهولت بخشیدن به تفکر. باید کاری کنیم که عاطفه یا هیجانی که به وجودمان راه پیدا کرده توجهمان را به سمت اطلاعات مهم راهنمایی کند و برای اندیشه و تفکر اولویت قائل شویم. یعنی به محض آن که احساسی در وجودمان شکل گرفت، اول به سراغ عقل خود برویم و در مورد این احساس با آن صلاح و مشورت کنیم. عواطف و هیجانات با آن حالت زنده و پرشور خود در دسترس ما هستند تا به کمک آنها بتوانیم اطلاعات و خاطره ها و قضاوت هایی را که در ارتباط با آنها قبلاً جمع آوری کرده ایم به یاد بیاوریم و در نظر بگیریم. حال و هوای عاطفی ما می تواند دیدگاه خوشبینانه ما را به موضعی بدبینانه تبدیل کند و برعکس. ولی ما نباید بگذاریم چون این چیزی رخ دهد، بلکه باید سعی کنیم عاطفه یا هیجان به وجود آمده را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم. وقتی بتوانیم حالت عاطفه یا هیجان شکل گرفته در وجود خود را به گونه متفاوتی تفسیر کنیم، آنگاه قادر خواهیم بود اقدام به حل مشکل کنیم. همانطور که وقتی شاد هستیم، قوه خلاقیت و استدلالمان به راه می‌افتد و خوب عمل می‌کند. 3. درک و تجزیه و تحلیل عواطف و هیجانات. باید بتوانیم به عواطف و هیجانات خود برچسب بزنیم و آنها را نامگذاری کنیم. کسی که از هوش هیجانی عاطفی خوبی برخوردار است، باید بتواند تفاوت میان دوست داشتن و عشق را تشخیص دهد. باید قادر باشیم معنای عاطفه و احساسی را که بر اثر بروز واقعی به وجود می آید به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم. مثلا غم و اندوه حاصل از فقدان کسی. باید بتوانیم احساسات پیچیده را درک کنیم. مثلا احساس عشق و نفرت یا احساس در هم پیچیده‌ای همچون هیبت که ترکیبی از ترس و شگفتی است. باید قادر باشیم انتقال و تبدیل عواطف به یکدیگر را تشخیص دهیم. مثلا تبدیل خشم به رضایت یا خشم به شرمندگی. 4. تنظیم هوشمندانه عواطف و هیجانات به منظور رشد عاطفی و فکری.
باید بتوانیم در رابطه با احساسات و عواطف خود باز عمل کنیم. یعنی هم احساسهایی را که لذت بخش هستند بپذیریم، هم عواطفی را که نامطلوب هستند. باید قدرت این را داشته باشیم که به گونه‌ای معقولانه احساس و عاطفه‌ای را که سودمند یا مفید می‌دانیم به کار بگیریم یا آن را از خود دور کنیم. باید قادر باشیم عواطف و هیجانات مربوط به خود و دیگران را به گونه‌ای معقولانه بررسی کنیم و تشخیص بدهیم آن عواطف تا چه اندازه واضح، شفاف، معمولی، مؤثر یا منطقی هستند. باید بتوانیم عواطف و هیجانات خود و دیگران را مدیریت کنیم. یعنی احساسات منفی را در خود و دیگران کاهش دهیم و احساسات مثبت را تقویت کنیم و سعی کنیم اطلاعاتی را که به ما منتقل می کنند بزرگ نمایی نکنیم. هوش هیجانی عاطفی از دیدگاه گلمن. همانطور که پیشتر گفتیم، هوش هیجانی عاطفی در واقع نوعی مدل رفتاری است که اول بار طی سالهای 1970 و 1980 در آثار و نوشته‌های هاوارد گاردنر، روانشناس دانشگاه هاروارد، پیتر سالووی، روانشناس دانشگاه ییل و جان مایر، روانشناس دانشگاه نیو همشایر مطرح شد. ولی بعدها در سال 1955 در کتاب هوش عاطفی دانیل گلمن به طور مفصل‌تری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گلمن معتقد است هوش هیجانی عاطفی عمدتاً به رشد و تحول سازمانی و پیشرفت افراد مربوط می شود. زیرا اصولاً هوش هیجانی عاطفی روشی جدید برای درک و ارزیابی رفتار مردم، شیوه‌های مدیریت، رویکردها، مهارت‌های بین فردی و توانایی بالقوه افراد محسوب می شود. به اعتقاد وی هوش هیجانی عاطفی در زمینه‌هایی چون طرح‌ریزی منابع انسانی، سوابق شغلی، مصاحبه‌ها، پیشرفت مدیریت، روابط با مشتری، خدمات به مشتری و غیره کاربرد چشمگیری دارد. گلمن تأکید می‌کند که هوش هیجانی عاطفی ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم عشق و معنویت دارد و همدردی، دلسوزی و نوع دوستی را به محیط کار می‌آورد و همچنین با نظریه هوش چندگانه مرتبط است که طیفی از قابلیت‌های فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر این حقیقت تأکید می‌ورزد که هر کس دارای ارزش و قابلیتی است. هوش هیجانی عاطفی بر این نکته انگشت می‌گذارد که هوش تحصیلی یا علمی یا IQ فقط دامنه محدودی از توانایی‌های فرد را آشکار می‌سازد و میزان موفقیت فرد به میزان چشمگیرتری به توانایی‌های او در زمینه هوش عاطفی هیجانی برمیگردد. پیروزی فرد در جنبه‌های مختلف زندگی بیش از آن که به بهره هوشی یا IQ وابسته باشد، به عوامل شخصیتی و رفتاری او مربوط می شود که متاسفانه مورد غفلت قرار می گیرد. همگی ما افرادی را می شناسیم که دارای مدارج دانشگاهی بوده و از لحاظ علمی برجسته هستند، ولی از نظر موقعیت اجتماعی و نیز هوش درون فردی ضعیف هستند. ما می دانیم که ممکن است فردی از لحاظ بهره هوشی امتیاز بالایی به دست بیاورد، ولی از لحاظ شغلی و همچنین زندگی شخصی خود چندان موفق نباشد. پس اگر خلاصه کنیم، در رابطه با هوش هیجانی عاطفی به این دو دیدگاه می رسیم. هوش هیجانی عاطفی از دیدگاه سالووی و مایر. سالووی و مایر عمدتاً هوش هیجانی عاطفی را شامل دو مهارت می دانند. 1. درک خود، اهداف خود، مقاصد، واکنش‌ها و رفتار خود. و 2. درک دیگران و احساسات و عواطف آنها. آنها لازمه موفقیت خود را آگاهی، کنترل و مدیریت عواطف و هیجانات خویش و سایر مردم می‌دانند. هوش هیجانی عاطفی از دیدگاه دانیل گلمن. گلمن هوش هیجانی عاطفی را شامل 5 مهارت می‌داند. 1. آگاهی از عواطف و هیجانات خود. 2.
کنترل و مدیریت عواطف و هیجانات خود. 3. ایجاد انگیزه در خود. 4. تشخیص و درک عواطف و هیجانات دیگران. و 5. کنترل و مدیریت روابط خود با دیگران. هوش هیجانی عاطفی ریشه‌های عمیق در نظریه‌های رفتاری، هیجانی و ارتباطات انسانی از جمله NLP، تحلیل رفتار متقابل و همدلی دارد. اگر بتوانیم خود را در زمینه 5 مهارتی که ذکر شد تقویت کنیم، آنگاه قادر خواهیم بود در همه فعالیت‌های خود سازنده‌تر و موفق‌تر عمل کنیم و همچنین به دیگران کمک کنیم که در زندگی و کار خود مثبت‌تر باشند. افراد خودآگاه که از روحیات خیش آگاه هستند و اندیشه آنها به اداره و کنترل کردن احساسات آنها یاری می‌رساند. روشنبینی خوبی در مورد عواطف گوناگون خود دارند و هنگامی که دچار خشم، حسادت یا غم و اندوه می‌شوند به فکر فرو نمی‌روند و قادرند به زودی از آن حس یا هیجان رهایی یابند. افراد در خود فرو رفته که اغلب اوقات در احساسات خود غرق می‌شوند و هیچ کنترلی بر هیجانات و عواطف خود ندارند و تلاشی هم نمی‌کنند خود را از وضع روحی بد خود نجات دهند. آنها در مقابل احساسات خود احساس ناتوانی می‌کنند. و افراد تسلیم شده که کسانی هستند که به احساسات خود چه خوب و چه بد تسلیم شده‌اند و هیچ سعی و تلاشی نمی‌کنند آنها را تغییر دهند. به طور کلی بعضی افراد در وضعیت‌های اضطراری خونسردی خود را از دست می‌دهند و احساساتشان برانگیخته و شدید می‌شود. ولی عده‌ای دیگر در این گونه مواقع سعی می‌کنند به وضعیت مزبور نیندیشند و خود را به کار دیگری مشغول می‌کنند و تجربه واکنش هیجانی خود را به حداقل می‌رسانند. ادوارد دایز، روانشناس دانشگاه ایلینویز، معتقد است زنها به طور کلی هم احساسات مثبت و هم منفی را شدیدتر از مردها درک می‌کنند و زندگی عاطفی هیجانی غنی‌تری دارند. احساس خشم. احساس خشم در میان تمام احساسهای منفی که همواره سعی داریم از شر آنها خلاص شویم، از همه سمج‌تر است و مردم عمدتاً از کنترل آن عاجز هستند. در مورد احساس خشم و عصبانیت نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی‌ها می‌گویند خشم غیر قابل کنترل است و نباید آن را کنترل کرد، بلکه باید آن را بیرون ریخت، زیرا تخلیه روانی سودمند است. بعضی‌ها هم معتقدند باید به طور کامل از بروز خشم جلوگیری کرد. اما تحقیقات علمی نشان می‌دهند این نقطه نظرات گمراه کننده و غلط هستند. روانشناسان شیوه‌های مختلفی را برای فرونشاندن آتش خشم پیشنهاد کرده‌اند. یکی از مؤثرترین روش‌های مهار خشم این است که به موضوعی که شما را به خشم آورده است از زاویه مثبت بنگرید. مثلا اگر در اتوبان و با سرعت بالا رانندگی می‌کنید و راننده‌ای ناگهان بدون هیچ دلیلی جلوی شما می‌پیچد و باعث عصبانیت شما می‌شود، به جای از کوره در رفتن می‌توانید اینطور فکر کنید که شاید مرا ندیده است، شاید مریض دارد، شاید به خاطر موضوعی اضطراری مجبور شده جلوی من بپیچد. بدین ترتیب شعله‌های خشم در وجودتان فروکش می‌کند و آرام می‌شوید. روش دیگر در هنگام هجوم خشم این است که نفس عمیق بکشیم. عضلات خود را شل کنیم. خونسردی خود را حفظ کنیم. از 1 تا 10 بشماریم و آب خنک بخوریم. بدین ترتیب می توانیم آتش خشم را سرد کنیم و تغییر حالت روحی ایجاد کنیم و از مهلکه بگریزیم. برای ریشه‌کن ساختن خشم‌های پایدار می توانیم به پیاده‌روی طولانی برویم، چون ورزش می تواند به فروکش کردن خشم کمک کند. روش دیگر این است که به هنگام هجوم اندیشه‌های خشم‌آفرین بایستی به کمک خودآگاهی خیش آنها را شناسایی کرده و روی کاغذ یادداشت کنیم. بدین ترتیب می توانیم اندیشه‌های عصبانی کننده را به دام بیاندازیم و آنها را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم و برایشان راه چاره‌ای بیابیم.
غم و غصه و افسردگی. غم و اندوه تنها حالت روحی انسان است که اکثر مردم همه سعی و تلاش خود را برای دوری کردن از آن به کار می‌برند. در مواقعی که بر اثر شکست دچار غم و اندوه می‌شویم، علاقه خود را به شادی از دست می‌دهیم و انرژیمان کاهش می‌یابد. یعنی از لحاظ ذهنی از فعالیت و تلاش عقب نشینی می‌کنیم و در حالت بلا تکلیفی رها می‌شویم. اما بعد از مدتی سرانجام نوعی سازگاری روانشناسانه صورت می‌گیرد و دوباره به زندگی باز می‌گردیم. بعضی افراد معتقدند گریه روشی طبیعی برای پایین آوردن سطح برخی ترکیبات شیمیایی مغز است که افسردگی و غم را برای ما به ارمغان می‌آورند. اما گریه در همان حال که ممکن است در بعضی مواقع بار غم را کاهش دهد، همچنین می‌تواند ذهن فرد را از تلاش برای یافتن علت اندوه و غم باز دارد. بنابراین هر نوع خیال بافی در مورد سودمندی گریه غلط است و گریه فقط باعث ادامه درد و رنج می‌شود. فقط تفریح و سرگرمی است که می‌تواند زنجیره غم و اندوه را پاره کند. جذابترین و مؤثرترین سرگرمی‌ها آنهایی هستند که روحیه و خلق و خوی ما را تغییر می‌دهند. از جمله ورزش‌های پرهیجان، فیلم‌های خنده‌دار، کتاب‌های جالب و بالاخره ورزش‌هایی که در هوای باز صورت می‌گیرند. خوشنودی حاصل از لذایذ جسمانی نیز روش مؤثر دیگری برای سرکوب غم و اندوه است. دوش آب گرم، خوردن غذای دلچسب، گوش کردن به موسیقی یا انجام رابطه زناشویی. راه و چاره‌های مؤثر دیگر عبارتند از نگریستن به زندگی از زاویه متفاوت، کمک کردن به دیگران، به یاد آوردن خاطرات خوش گذشته، درگیر شدن در مشکلات دیگران، انجام کارهای داوطلبانه و بالاخره دعا کردن. نگرانی و اضطراب. نگرانی تأثیر ویران کننده‌ای بر هر نوع عملکرد ذهنی دارد. البته نگرانی از یک نظر واکنش مفیدی محسوب می شود، زیرا نوعی آمادگی ذهنی برای مقابله با خطر و تهدید پیش رو ایجاد می کند. اما وقتی به نوعی عادت ذهنی تبدیل می شود، همه هوش و حواس فرد را به زیر سلطه می کشد و باعث فلج فکری فرد می شود. نگرانی عقل و شعور فرد را ضعیف می کند. تحقیقات نشان می دهد دانش آموزان مضطرب و نگران به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که دلشوره و نگرانی باعث افت قوای فکریشان می شود. ولی دسته دوم کسانی هستند که اضطراب و نگرانی نه فقط مانع فعالیت ذهنیشان نمی شود، بلکه به خاطر همین حس خوب امتحان می دهند. بنابراین تکلیف چیست؟ آیا نگرانی و اضطراب خوب است یا بد؟ روانشناسان با نموداری به شکل حرف یو وارونه به این پرسش پاسخ می دهند و معتقدند ارتباط کاملی میان نگرانی و موفقیت وجود دارد. نگرانی کم انگیزش عصبی بسیار کمی ایجاد می کند که برای انجام موفقیت‌آمیز امتحان، سخنرانی و غیره کافی نیست. در همان حال نگرانی خیلی زیاد نیز هر نوع تلاش برای انجام موفقیت‌آمیز امتحان، سخنرانی و غیره را دچار اختلال می کند. بنابراین فقط میزان مناسب نگرانی و اضطراب است که راه حل مناسب است و می تواند فرد را به میزان مناسب برانگیخته سازد تا بهترین عملکرد خود را داشته باشد. امید و تفکر مثبت. روحیه خوب توانایی تفکر را افزایش می دهد و یافتن پاسخ مسائل را آسانتر می کند. زمانی که احساس خوشنودی و لذت می کنیم، حافظه ما نیز در جهت مثبت عمل می کند و به یاری ما می آید. وقتی دانش آموزانی را که از نظر هوش و استعداد تقریباً یکسان هستند، از نظر موفقیت تحصیلی با همدیگر مقایسه می کنیم، می بینیم آنهایی که امیدوارترند توفیق بیشتری به دست می آورند. محققان امروزه دریافتند که امید نقش مؤثر و پرقدرتی در زندگی و کسب موفقیت‌های مختلف تحصیلی ایفا می کند و تحمل آدمی را در مقابل ناملایمات افزایش می دهد.
آنها معتقدند امید یعنی اعتقاد به این که علیرغم هر نوع شرایطی اراده دستیابی به اهداف خود را دارم و راه رسیدن به آنها را می‌دانم. افراد امیدوار خصوصیات ویژه‌ای دارند، از جمله این که قادرند خود را به انجام کاری تشویق کنند، به اندازه کافی مبتکر هستند و راه‌های رسیدن به اهداف خود را می‌دانند و هنگامی که با مشکلی روبرو می‌شوند به خود اطمینان می‌دهند که اوضاع بهبود خواهد یافت. آنها به قدر کافی انعطاف پذیر هستند که برای نیل به اهداف خود راه‌های مختلف را جستجو کنند و اگر به بنبست رسیدند اهداف خود را تغییر می‌دهند و قادرند کارهای سخت و طاقت فرسا را به جزئیات کوچکتر و قابل اجرا تقسیم کنند. از زاویه هوش هیجانی عاطفی، شخص امیدوار و مثبت‌اندیش کسی است که در هنگام مواجه شدن با ناملایمات دچار نگرانی، اضطراب و افسردگی نمی شود و روحیه خود را شاداب نگه می دارد. بهترین حالت هوشیاری عاطفی زمانی است که به بهترین نحو احساسات خود را کنترل می کنیم و آن را در خدمت فعالیتی که مشغول انجام آن هستیم به کار می گیریم. در این گونه مواقع عواطف در ارتباط با کاری که می خواهیم انجام دهیم پر انرژی، مثبت و سازمان یافته هستند. اسیر شدن در احساس بیهودگی ناشی از نگرانی و افسردگی باعث می شود نتوانیم به حالت غرق شدن در کار برسیم. نشانه غرق شدن در کار نوعی لذت خودجوش و توأم با شور و شعف است که همه هوش و حواس ما را معطوف خود می کند. در این گونه لحظات زمان و مکان را گم می کنیم و از هر گونه واقعه دیگری بجز کاری که مشغول آن هستیم بیخبر می مانیم. برای دستیابی به حالت غرق شدن در کار باید به طور عمیق تمرکز کنیم. به نظر می رسد هر وقت کاری که بر عهده فرد گذاشته می شود که کمی بیش از حد معمول است، آنگاه حواس او به بهترین نحو روی موضوع تمرکز می یابد و حاصل کار نیز چیزی بیش از حد معمول است. به همین خاطر است که حالت غرق شدن در کار به ما این امکان را می دهد که از پس شاقترین کارها در هر زمینه برآییم. اما نکته مهم در مورد حالت غرق شدن در کار این است که چون این حالتی فقط در زمانی رخ می دهد که فرد در اوج توانایی خود قرار داشته باشد و مهارت‌های وی به خوبی تقویت شده و مدارهای عصبیش نیز کاملا آماده باشند. وحدت و همدلی. حس همدلی کردن با دیگران بر اساس خودآگاهی شکل می‌گیرد. یعنی هر چقدر نسبت به احساسات و عواطف خود آگاهی بیشتری داشته باشیم، به همان میزان می‌توانیم احساسات دیگران را بهتر درک کنیم و با آنها همدلی نماییم. این ظرفیت یا توانایی شناخت عواطف دیگران در عرصه‌های مختلف زندگی ما نقش بازی می‌کند. مردم به ندرت احساسات خود را در قالب کلمات ابراز می‌کنند. آنها در اکثر مواقع به کمک نشانه‌های دیگری عواطف خود را آشکار می‌کنند. بنابراین برای درک عواطف دیگران باید بتوانیم معنای این نشانه‌های غیر کلامی مثل طنین صدا، حرکت سر و دست، حالت چهره و غیره را بفهمیم. بیش از 90% از پیام‌های احساسی افراد به صورت غیر کلامی ابراز می‌شود. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ریشه‌های حس همدلی را می‌توان تا دوران نوزادی ردیابی کرد. یعنی بچه‌ها عملاً از روزی که به دنیا می‌آیند به محض آن که صدای گریه نوزاد دیگری را می‌شنوند ناراحت می‌شوند. اما بخش گسترده‌ای از تفاوت رفتاری بچه‌ها در زمینه احساس یگانگی و وحدت با دیگران به شیوه تربیت والدین باز می‌گردد. به عبارت دیگر این والدین هستند که می‌توانند حس همدلی و دلسوزی را در شخصیت کودک خود قوی‌تر یا ضعیف‌تر کنند. وقتی والدین همواره از نشان دادن هر نوع حس همدلی و یگانگی با احساسات فرزند خیش خودداری کنند، از جمله ابراز لذت، شادی، غم و اندوه یا در آغوش کشیدن، آنگاه بچه نیز از ابراز عواطف خود یا حتی حس کردن آنها احتراز می کند.
بچه‌ها به طور کلی از همان حالت روحی والدین خود پیروی می‌کنند. یعنی اگر در حین بازی از سوی پدر و مادر خود شور و شوق و علاقه چندانی دریافت نکنند، آنها نیز به تدریج منفعل شده و کنجکاوی و نشاط زیادی از خود بروز نمی‌دهند. نوزاد وقتی می‌بیند خود به هیجان می‌آید ولی نمی‌تواند مادر خود را به همان اندازه به شوق و ذوق بیاورد، بنابراین به این نتیجه می‌رسد که بهتر است دیگر تلاش نکند. اما خبر خوب این است که هر گونه عدم تعادل در مقطعی از زندگی را می‌توان بعدها در مراحل بعدی تصحیح کرد. یعنی ارتباط‌هایی که افراد در کل دوران زندگی مثلا با خویشاوندان یا دوستان برقرار می‌کنند، به طور دائم به الگوی ارتباطگیری آنها با دیگران شکل می‌دهد. نادیده گرفته شدن از لحاظ عاطفی حس همدلی و دلسوزی را در انسان کور می‌کند و رفتارهای نابهنجار عاطفی شدید مثل خشونت و بیرحمی، تهدیدهای جنون‌آمیز، تحقیر و غیره را باعث می‌شود. آسیب‌های انسانی ناشی از عدم هوشیاری هیجانی عاطفی. اخبار روزمره در سراسر جوامع انسانی موجود در جهان مملو از گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد عدم هوشیاری در زمینه هیجانات و احساسات مختلف جرم و جنایت و فجایع فراوانی را به وجود می‌آورد. صفحات حوادث روزنامه‌ها و مجلات در همه جای دنیا شهادت می‌دهند که هیجانات کنترل نشده در زندگی همگی ما باعث بروز چه وقایع تلخ و اندوهباری می‌شود و هیچ کس نیز نمی‌تواند خود را مستثنا کند و مدعی باشد مرتکب این رفتارهای خطرناک و مصیبت بار نمی‌شود و همیشه بر عملکرد خود کنترل کامل دارد. بر اساس یک گزارش، آمار و ارقام مربوط به قتل کودکان زیر 12 سال نشان می‌دهد که 57% از این قتل‌ها به دست پدر و مادر کودک یا ناپدری و نامادری او صورت گرفته‌اند. تقریباً نیمی از این والدین می‌گویند که فقط سعی داشته‌اند کودک را ادب کنند. جرم این کودکان معصوم تخلفاتی مثل ایستادن در جلوی تلویزیون و مانع تماشای پدر یا مادر شدن، گریه کردن یا کثیف کردن کهنه خود بوده است. آمار و ارقامی که از گسترش افسردگی در سراسر جهان و افزایش پرخاشگری در میان قشرهای مختلف خبر می‌دهند، از جمله حضور نوجوانان مسلح در مدارس، حوادث ناگوار در بزرگراه‌ها که به تیراندازی ختم می‌شود و یا کشتار همکاران سابق به دست ناراضیان اخراج شده، بر نوعی نابهنجاری هیجانی همدیگر دلالت دارند. ناتوانی در کنترل عواطف و هیجانات، ناامیدی، بی‌پروایی و پرخاشگری در خانواده‌ها، اجتماعات و جوامع بشری به حد وفور مشاهده می‌شود و همه از نوعی بیقراری هیجانی عاطفی وسیع خبر می‌دهد. اما علیرغم این خبرهای تأسف‌بار و نومید کننده، در دهه اخیر همچنین شاهد پیشرفت‌های بی‌سابقه علمی در رابطه با هیجانات مختلف از جمله خشم، ترس، عشق، نفرت و غیره بوده ایم. هیجان انگیزترین دستاورد تصویربرداری از مغز در حین فعالیت MRIF است که به کمک فناوری‌های جدید انجام می‌گیرد. یعنی اکنون برای نخستین بار در طول تاریخ قادریم ببینیم توده در هم پیچیده سلول‌های مغز در هنگام اندیشیدن، بروز احساسات یا دیدن رؤیا چگونه عمل می‌کنند. واژه ایموشن یا هیجان از فعل لاتین موتره به معنی حرکت و تلاش ریشه گرفته است و تمایل به حرکت و جنبش را در هر یک از عواطف و احساسات آدمی نشان می‌دهد. در گنجینه هیجانات و عواطف آدمی هر احساس نقش یگانه‌ای ایفا می‌کند. احساس خشم باعث می‌شود خون به طرف دست‌ها جریان پیدا کند و در نتیجه گرفتن سلاح یا ضربه زدن به دشمن آسان‌تر صورت بگیرد. به علاوه ضربان قلب هم افزایش می‌یابد و ترشح هورمون‌هایی مثل آدرنالین باعث تولید انرژی کافی برای تهاجم می‌شود. احساس ترس باعث می‌شود خون به طرف عضلات بزرگ از جمله عضلات پا برود تا فرار را برای فرد آسان‌تر کند.
به هنگام ترس رنگ چهره فرد مثل گچ سفید می شود چون خون به طرف پاها جاری شده است. در این موقع بدن برای مدتی کوتاه سرد می شود. شاید برای سنجش اینکه آیا پنهان شدن بهتر است یا فرار کردن. مراکز احساسات در مغز نیز دستور به ترشح هورمون مختلفی می دهند تا بدن به حالت هوشیاری کامل برسد و آماده هر عملی باشد. در هنگام شادی آن قسمت از مغز که جلوی احساسات منفی را میگیرد فعال می شود و انرژی بدن زیاد می شود. در این لحظات تغییراتی در فیزیولوژی بدن صورت می گیرد که موجب استراحت و آرامش کلی بدن می شود و آن را برای انجام هر فعالیتی آماده می کند. عشق، مهر و محبت و رضایت جنسی نوعی برانگیختگی خودمختار در بدن ایجاد می کند که نوعی آرامش و آسایش خاطر پدید می آورد و همکاری در بخش‌های مختلف بدن را سهولت می بخشد. به طور کلی در این حالت مقاومت بدن در برابر هر گونه احساس ناخوشایند و بیماری افزایش می یابد. در زمان تعجب ابروهای خود را بالا می بریم تا میدان دید وسیع‌تری پیدا کنیم و نور بیشتری به شبکیه چشمان خود برسانیم. بدین ترتیب می توانیم اطلاعات بیشتری در مورد موضوعی که باعث تعجبمان شده است به دست آوریم و بهتر به چاره‌جویی بپردازیم. اظهار تنفر ظاهراً در همه جای دنیا به شکل یکسانی ابراز می شود و پیام مشابهی را ارسال می کند. مثلا وقتی که در معرض بویی نامطبوع و بد قرار می گیریم، لبهایمان را جمع می کنیم و بینیمان چروک می خورد و همانطور که داروین گفته است، این کارها را برای بستن سوراخ بینی و جلوگیری از ورود بوی بد انجام می دهیم. در هنگام بروز غم و غصه وظیفه اصلی بدن سازگاری با ضایعه به وجود آمده، مثلا مرگ یکی از نزدیکان است. غم و اندوه به ویژه افسردگی انرژی و اشتیاق برای زندگی را در ما کاهش می دهد و هرچه عمیق‌تر باشد سوخت و ساز بدن کندتر می شود. این کاهش فعالیت‌های بدن فرصتی فراهم می کند تا بتوانیم با مصیبت وارده کنار بیاییم. افت انرژی همچنین باعث توقف غم و اندوه می شود. اما این واکنش‌های احساسی همگی مربوط به دوران‌هایی بوده است که واقعیت و طبیعت بسیار بی‌رحم‌تر از اکنون بوده است. امروزه به مدد پیشرفت‌های چشمگیری که در زمینه‌های مختلف زندگی صورت گرفته است، فشارهای مهلکی که زندگی نوع بشر را همواره تهدید می‌کرده است، کاهش یافته‌اند. با از میان رفتن این فشارها، بخش‌هایی از گنجینه احساسات و عواطف آدمی نیز فایده و سودمندی خود را از دست داده‌اند. مثلا خشم زود هنگام که زمانی موجب بقای انسان می شده است، امروزه وقتی اسلحه‌ای اتوماتیک در دست داشته باشیم ممکن است به واکنشی فاجعه آمیز تبدیل شود که نمونه‌های بسیاری از آن را در صفحات حوادث روزنامه‌های سراسر جهان می‌توان. شعور عاطفی و شعور عقلی. هر یک از ما انسان‌ها دارای دو شعور هستیم. شعور عقلی که متکی بر عقل و منطق است. شعور احساسی که عمدتاً متکی بر احساسات و عواطف است. این دو شعور یا آگاهی بر همدیگر تأثیر متقابل دارند و عملکرد ذهنی ما را می‌سازند. هرچقدر هیجانات و احساسات در فرد قوی تر باشد، شعور احساسی او سلطه بیشتری بر ذهن او دارد. اما اگر عقل و منطق دارای نیروی برتری باشد، بر هیجانات و عواطف او غلبه می کند و این بار شعور عقلی بر ذهن او حاکم می شود. این دو شعور به طور کلی با هماهنگی کامل و در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند و ما را در زندگی راهنمایی می نمایند. برای مثال هر بار که احساس یا هیجانی در وجودمان سر بر می آورد، شعور عقلانیمان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و آنگاه حکم به آشکار شدن آن می دهد و بالعکس. اما هنگامی که موضوع شهوات و امیال نفسانی به میان می آید، این تعادل به هم می خورد و شعور احساسی قدرت می گیرد و شعور عقلانی را از میدان به در می کند.
کشمکش میان عقل و احساس دائمی است و در سرتاسر تاریخ ادامه داشته است. رشد مغز. وزن تقریبی مغز انسان حدوداً 1350 گرم است و از نظر اندازه تقریباً 3 برابر مغز میمون انسان نماست. رشد مغز در طی میلیون‌ها سال از پایین به بالا صورت گرفته است و رشد مغز جنین انسان این مسیر تکاملی چند میلیون ساله را به خوبی نشان می‌دهد. قدیمی‌ترین قسمت مغز قسمتی از ساقه مغز است که در قسمت بالایی نخاع قرار گرفته است و عملکردهای حیاتی بدن مثل تنفس و سوخت و ساز را تنظیم می‌کند. این قسمت از مغز نه اندیشه می‌کند نه چیزی یاد می‌گیرد، بلکه فقط شامل مجموعه‌ای از مراکز تنظیم کننده است که بدن را به انجام حرکات واکنش‌هایی وادار می‌کنند که برای بقای فرد ضروری هستند. مراکز حسی مغز از درون همین قدیمی ترین قسمت مغز پدیدار شده اند و سرانجام میلیون‌ها سال بعد مغز متفکر یا قشر خاکستری مغز یا کورتکس از درون مراکز حسی به وجود آمدند و پیاز بزرگی با لایه‌های پیچیده و درهم را تشکیل می‌دهند. این موضوع که مغز اندیشگر و متفکر از دل مراکز حسی بیرون آمده است، ارتباط اندیشه با احساس را به خوبی نشان می‌دهد. قدیمی‌ترین حس انسان حس بویایی است که بو را دریافت می‌کند و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. هر موجود زنده، ماده غذایی، جفت، شکار، طعمه و غیره دارای نوعی ویژگی منحصر به فرد شیمیایی است که به وسیله باد جابجا می‌شود. به همین دلیل در دوران اولیه حس بویایی نقش خود را به عنوان یک حس حیاتی تثبیت کرده بود. مراکز اولیه هیجان و احساس بعدها از پیاز بویایی شروع به رشد و نمو کرد و آنقدر گسترش یافت که سرانجام قسمت فوقانی ساقه مغز را احاطه کرد. در مراحل اولیه مرکز بویایی از تعداد کمی لایه نازک سلولهای عصبی ساخته شده بود که برای تجزیه و تحلیل بو تجمع یافته بودند و آنچه را استشمام میشد به انواع خوردنی یا سمی مناسب برای جفتگیری، دشمن یا غذا تجزیه می کرد. دومین لایه سلولی پیام‌های بازگشتی را به سراسر دستگاه عصبی ارسال می کرد و مشخص می کرد بدن چه کاری باید انجام دهد. نیش بزند، تف کند، نزدیک شود، فرار کند یا تعقیب کند. با ظهور نخستین پستانداران، لایه‌های جدید و مهم مغز حسی ظاهر شدند که چون حلقوی شکل بودند و ساقه مغز را محصور کرده اند، آن را سیستم لیمبیک می‌نامند که از واژه لاتین لیمبوس به معنی حلقه گرفته شده است. این منطقه عصبی جدید همه حس‌های مناسب را به گنجینه مغز اضافه می‌کند. هنگامی که در چنگال خشم و غضب، میل و هوس یا عشق و ترس هستیم، این سیستم لیمبیک است که ما را اسیر خود کرده است. سیستم لیمبیک در جریان تکامل 2 ابزار قدرتمند را بهبود بخشیده است: یادگیری و حافظه. این 2 ابزار انقلابی به موجود امکان می‌دهد تا در انتخاب‌های خود برای بقا هوشیارانه‌تر عمل کند. ارتباط میان پیاز و سیستم لیمبیک به موجود این قدرت را می‌دهد که میان بوها تمایز ایجاد کند و آنها را تشخیص دهد و همچنین بوهای جدید را با قبلی مقایسه کند و بوی خوب را از بد جدا کند. حدود 100 میلیون سال پیش مغز پستانداران رشد چشمگیری یافت و روی قشر خاکستری دولایه‌ای و نازک مغز که کنش‌های حسی درک و حرکات هماهنگ می‌شوند، چند لایه جدید از سلول‌های مغز تجمع کردند و قشر جدید مغز یعنی نئوکورتکس را به وجود آوردند. این قشر جدید جایگاه اندیشه است و همه کنش‌های احساسی را درک و آنها را با هم مرتبط می‌کند. این قشر جدید مخ شعور عاقلانه ای را برای ما به ارمغان آورده است که بی تردید توانایی بدن ما را در جدال با مصائب و سختی‌ها افزایش داده است.
نئوکورتکس باعث فاصله بیشتر انسان از زندگی حسی یا هیجانی می شود. با افزایش حجم نئوکورتکس، اتصالات درونی در مدار الکتروشیمیایی مغز نیز به طور منظم افزایش می یابد. هرچه این اتصالات زیادتر شود، به همان میزان تعداد واکنش‌های ممکن برای فرد افزایش می یابد. قشر جدید مخ به زندگی حسی انسان پیچیدگی و ظرافت خاصی می بخشد. اما این مراکز عالی در نئوکورتکس بر همه زندگی حسی ما سلطه ندارند و در وضعیت‌های بحرانی مربوط به قلب، به ویژه در موقعیت‌های اضطراری عاطفی در مقابل سیستم لیمبیک سر تعظیم فرود می‌آورند. در این گونه مواقع دچار نوعی تسخیر عصبی می‌شویم و یکی از مراکز سیستم لیمبیک مغز آژیر خطر را می‌کشد و بقیه قسمت‌های مغز را برای جلسه‌ای اضطراری فرا می‌خواند و به تنهایی تصمیم می‌گیرند و عقل فرد را می‌دزدند و او را به ارتکاب جنایت یا سرقت وادار می‌کنند. علامت این نوع تسخیرهای احساسی این است که همه چیز ناگهانی و سریع اتفاق می‌افتد و فرد بعد از ارتکاب به قتل یا سرقت اظهار می‌دارد که اصلاً نفهمیده چطور دست به چنان کاری زده است. این گونه تسخیرهای احساسی منجر به جنایات وحشتناکی می‌شود که چند نمونه از آنها عبارتند از ماجرای قتل معلم و تعداد زیادی دانش آموز توسط جوان کره‌ای، ماجرای قتل 6 نفر توسط نوجوان امریکایی. البته نباید فراموش کنیم که این گونه تسخیرهای احساسی فقط مختص سارقان، جنایتکاران یا قاتلان نیستند، بلکه کم و بیش با همان شدت اما نه آنقدر فاجعه آمیز برای همگی انسانها رخ می‌دهند. کافیست به آخرین باری فکر کنید که در مقابل همسر یا همسایگان خود از کوره در رفته اید و عملی را مرتکب شده اید که بعد از آرام گرفتن متوجه شده اید بیهوده خشمگین گشته اید و از کار خود شرمنده شده اید. غده آمیگدال یا بادامه، جایگاه تمام هیجانات و هوا و هوس‌ها. در انسان غده آمیگدال یا بادامه که از واژه یونانی آمیگدالا به معنی بادام گرفته شده است، خوشه‌ای بادامی شکل از ساختارهای به هم پیوسته است که در بالای ساقه مغز نزدیک انتهای حلقه لیمبیک قرار گرفته است. هیپوکامپ و بادامه مغز دو قسمت مهم از مغز بویایی ما هستند که بعدها در جریان تکامل موجب پیدایش قشر مخ و سپس نئوکورتکس یا قشر جدید مخ شدند. تا به امروز این ساختارها اکثر وظایف مغز را در زمینه یادگیری و به خاطر سپاری مطالب بر عهده داشتند. غده آمیگدال یا بادامه متخصص مسائل احساسی و هیجانی است. اگر این غده را از مغز جدا کنیم، فرد دیگر نمیتواند معنای هیجانی وقایع را درک کند و اصطلاحاً دچار کوری عاطفی می شود. مرد جوانی که برای کنترل حملات صرعی او بادامه مغزش را با عمل جراحی برداشته بودند، به مردم کاملاً بی‌علاقه شده بود و ترجیح میداد بدون گفتگو و تماس با دیگران در گوشه‌ای بنشیند. بنابراین این قسمت فقط نوعی ارزیابی نسبی در جهت شناخت خویشتن است. بیشک پاسخهایی که به آن می‌دهید بستگی به حال و هوای روحیتان در لحظه پاسخگویی به تست دارد. نحوه پاسخگویی به تست. برای هر سوال 5 گزینه وجود دارد. اگر جمله داده شده تقریباً همیشه در مورد شما صدق می کند، گزینه 4، معمولاً در مورد شما صدق می کند، گزینه 3، بعضی اوقات در مورد شما صدق می کند، گزینه 2، به ندرت در مورد شما صدق می کند، گزینه 1 و تقریباً هرگز در مورد شما صدق نمی کند، گزینه 0 را انتخاب کنید. خودآگاهی. 1. من می توانم اعمال خود را توصیف کنم و در مورد آنها حرف بزنم. 2. افراد دیگر من را همان طوری که خودم می بینم مشاهده می کنند. 3.
من بازخورد و تفسیری را که دیگران از من ارائه می دهند درک می کنم. 4. من قادرم آنچه را که در هر لحظه حس می کنم دقیقاً توصیف کنم. 5. چیزهایی که در زندگی من رخ می دهند برایم معنا دارند و آنها را درک می کنم. خودآگاهی هیجانی عاطفی در واقع نوعی مهارت است که به کمک آن می توانید احساسات خود را تشخیص دهید و واکنش‌های عاطفی عادی خود را به وقایع درک کنید و بفهمید چگونه عواطف و هیجانات شما بر رفتار و عملکردتان تأثیر می‌گذارد. وقتی که خودآگاه باشید، خودتان را همانطور که دیگران می‌بینند خواهید دید و بر توانایی‌های خود و محدودیت‌هایتان واقف خواهید بود. مدیریت خود. 1. من می‌توانم حتی در شرایط سخت آرام و خونسرد بمانم. 2. من مستعد عصبانی شدن و از کوره در رفتن هستم. 3. احساس بدبختی می کنم. 4. حوصله‌ام از خودم، دیگران و چیزها سر می رود. 5. احساساتی می شوم و کارهایی انجام می دهم که بعداً پشیمان می شوم. مدیریت خود نوعی مهارت است که اگر کسی از آن برخوردار باشد می تواند همواره تمرکز خود را حفظ کند و به خوبی به مسائل خویش بیندیشد، حتی زمانی که احساسات و هیجانات قدرتمندی را تجربه می کند. کنترل و مدیریت کردن حالتهای عاطفی و هیجانی خود مهارتی اساسی است که به کمک آن می توانیم مسئولیت اعمال خویش را بر عهده بگیریم و از اتخاذ تصمیماتی که بعداً باعث پشیمانیمان می‌گردد خودداری کنیم. ایجاد انگیزه در خود. 1. در مورد اهدافی که برای آینده‌ام در نظر گرفته‌ام آگاهی دارم. 2. وظیفه من حرکت در جهت درست است. 3. وقتی با موانعی روبرو می‌شوم، به سختی می‌توانم شور و اشتیاق خود را برای انجام دادن آن کار حفظ کنم. 4. وقتی به اهداف خود فکر می‌کنم، دچار شور و هیجان می‌شوم. 5. پیگیر و استوار در جهت اهداف خود عمل می‌کنم. ایجاد انگیزه در خود یعنی این مهارت که بتوانیم از عمیق‌ترین احساسات خود بهره بگیریم و به سمت اهداف خود حرکت کنیم. این مهارت ما را قادر می‌سازد که ابتکار عمل را در اختیار بگیریم و در هنگام رودررویی با مشکلات و موانع پا پس نکشیم و همچنان با شور و اشتیاق به جلو حرکت کنیم. همدلی. 1. همکاران من معاشرتی و خونگرم نیستند. 2. روابط من با تک تک همکارانم در محیط کار خوب است. 3. ساده و راحت می توانم احساسات آدم‌های دیگر را حدس بزنم. 4. پیش بینی کردن اینکه همکارانم در موقعیت‌های خاص چه احساسی دارند امکان پذیر نیست. 5. وقتی پای انتخاب در میان است، مردم ترجیح می دهند با من کار کنند تا با سایر همکارانم. همدلی نوعی مهارت است که به کمک آن می توانیم حس و حال دیگران را درک کنیم و به گونه‌ای مناسب به آنها واکنش نشان دهیم. خودآگاهی زیربنای همدلی است. بدیهی است که اگر شما نسبت به هیجانات و عواطف خود آگاهی نداشته باشید، بدون شک قادر نخواهید بود احساسات و عواطف دیگران را درک کنید. کنترل و مدیریت روابط. 1. من خودم را با مشکلات دیگران درگیر می کنم و نسبت به آنها بی تفاوت نیستم. 2. خیلی راحت و ساده با دیگران هم صحبت می شوم. 3. در بحث و جدل با دیگران به برد می اندیشم و آن را به دست می آورم. 4. وقتی که کسی دچار احساسات می شود، در مقابل او احساس خوبی ندارم.
5. از این کار رنج میبرم که کسی را فریب بدهم یا سر به سر کسی بگذارم و بخندم. کنترل و مدیریت روابط نوعی مهارت است که از طریق آن میتوانید احساسات دیگران را کنترل و مدیریت کنید و عواطف آنها را تحت تأثیر قرار دهید. اگر در روابط خود با دیگران بتوانید عواطف و هیجانات را کنترل و مدیریت کرده و آنها را تحت نفوذ و تأثیر خود بگیرید، آنگاه به راحتی می توانید در کارهای گروهی و رهبری کردن افراد موفق باشید.